سیب زمینی شکمپر پنیری تو سس بشامل. توی تابه کمی روغن بریزید، پیاز رو نگینی خورد کرده، یکم که تلاشش و سینه‌های مرغ رو به همراه فلفل سیاه، پاپریکا، نمک به مدت 5 دقیقه تفت میدیم. 2 حبه سیر خرد شده، 1 قاشق رب، 2 تا قارچ خرد شده رو اضافه می‌کنیم، می‌ذاریم 5 دقیقه بپزه. 4 تا سیب زمینی پخته رو با قسمت ریز رنده کامل رنده می‌کنیم، بهش 4 قاشق اسفناج پخته می‌زنیم، 2 قاشق کره پیازچه خشک، آویشن، گشنیز، پودر سیر و نمک و فلفل می‌زنیم. مشتمال میدیم تا بافتش یک دست رو نرم بشه. ازش یک مقدار برمی‌داریم، مرغایی که درست کردیم وسطش می‌ذاریم و به حالت توپک گردش می‌کنیم. برای سس بشامل 2 قاشق کره، 2 قاشق آرد سفید رو تفت میدیم. آروم آروم 1 لیوان شیر رو اضافه می‌کنیم. نمک، فلفل می‌زنیم تا به غلظت برسه. کف ظرف اول سس می‌ریزیم، توپک‌ها رو می‌چینیم، دوباره سس می‌زنیم. روشو پر از پنیر پیتزا می‌کنیم و به مدت نیم ساعت تو درجه 180 درجه سانتیگراد می‌ذاریم تو فرن.